همچنان تئاتر مدیا رو تماشا میکنید و در بلک باکس ایران مال هستیم، محل اجرای پرفورمنس 257 و یک بازیگر دیگه از این اثر هنری سرکار خانم آرتمیس فراهانی. عرض ادب و احترام، خیلی خوش آمدید. قربون شما، خیلی ممنون. سلام دارم خدمت شما و همه کسایی که این برنامه رو می‌بینن. متشکرم، مرسی. از کی هنر نمایش رو شروع کردین؟ من حدوداً میشه تقریبا 1 سال که شروع کردم و خوشبختانه توی این 1 سال خوششانسی زیاد آوردم. تقریبا یکی از بزرگتریناش همین آشنا شدن با گروه ناریا بود. چطوری با این گروه آشنا شدین؟ خب من تقریبا پارسال که کلاس ها رو شروع کردم از طریق بچه هایی که اونجا بودن و اساتید به این گروه، یعنی این گروه به من معرفی شد و بعد برای تست همین 257 و نمایش دیگه ناریا من شرکت کردم و تست دادم و خدا رو شکر قبول شد. تجربه همکاریتون با آقای فردوسی در این کار چه اتفاقی افتاد؟ فرایند تمرینات و اینها فکر میکنم یک اتفاق عجیبی بود. بله بسیار، مخصوصا خب اوایلی که این تمرینات شروع شده بود برای من، چون که تازه کار هم محسوب میشم، خیلی سخت بود اینکه از خودم در بیام و 6 ساعت روزی تمرین کردم. قطعا سخت بود و خودم فکر نمی کردم که بمونم توی کار. اما وقتی که تمرینات شروع شد و من آشنا شدم با آدم هایی که توی این کار بودن، یه جورایی احساس کردم که خیلی فراتر از یک نمایشه. یعنی برای من خیلی احساس خونه تداعی می شد. یه جورایی این که بتونم از خودم در بیام و توی اون 6 ساعت آرتمیس نباشم برام خیلی لذت بخش بود و همین باعث شد که ادامه بدم و توی هر دو نمایش حضور پیدا کنم. با شما تو تمرین‌ها با بازیگرای دیگه این فرایند رو تجربه می‌کردین، درست میگم؟ بله. و این تجربه‌ای که خودتون در جایگاه مخاطب قرار می‌گرفتین براتون چطور بود؟ چه فرایندی رو طی کردین؟ این که من به عنوان مخاطب جلوی بازیگر قرار بگیرم، اتفاقا یکی از جذاب‌ترین بخش‌های تمرینات این بود که من به عنوان مخاطب توی این تمرینات حضور پیدا کنم، به خاطر اینکه به غیر از این که ما باید خب به عنوان بازیگر یک سری ایده هایی داشتیم، داستان هایی رو، بازی هایی رو انجام میدادیم، وقتی که به صورت مخاطبم توی تمرینات حضور پیدا می‌کردیم باعث می‌شد که بتونیم از اون حرفایی که زده میشه و بازی‌هایی که بازیگر انجام میده یک سری ایده هایی برداریم و کمک میکرد حتی به بازی خودمون. و اینکه ما به عنوان مخاطب وقتی که حضور پیدا میکردیم خیلی راحت‌تر و رهاتر به نظرم تمرین میکردیم و همین باعث میشد که ایده های جدیدی بتونیم برداریم. توی این کار چقدرش از قبل تعیین شده است؟ یعنی شما چقدر دیالوگ حفظ کردین یا کاری رو حفظ کردین که بخواید اجراش بکنید، یا اینکه فکر کنم همش بداهه بر اساس اون اتفاق در میاد دیگه؟ تقریبا میشه گفت همش بداهه است. یعنی درسته که ما یک سری داستان‌ها و یک سری پلن‌هایی رو آماده کردیم برای اینکه توی اون 1 ساعت جلو ببریم، ولی بسته به مخاطبی که هر شب جلوی ما میشینه و بسته به صحبت‌هایی که اون آدم میکنه قطعاً فرق میکنه و ما اصلا خیلی اوقات هیچ کدوم از اون داستان‌هایی که داشتیم هم گاهن استفاده نمی‌کنیم و هر چیزی که اون لحظه پیش میاد رو جلو میبریم. همین میخواستم اتفاقا بپرسم که ببینم شده که اون تو اون پلن‌ها نگنجیده باشه این اتفاق و میفهمید که اکثرا اینجوریه. بله، برای من که اینجوری بوده. و یک تجربه خاص و متفاوت رو برای شما هم رقم میزنه. این ارتباطه که با اون مخاطب دارین شما برقرار میکنید، حرفی اون مخاطب زده که تأثیر عمیقی روی شما بذاره و حرف خاصی زده باشه که تو ذهنتون بمونه؟ حالا جالبه اینو بگم، من گاهن توی اجراها خیلی اوقات سوالایی که با مخاطب راجبش صحبت میکنیم خیلی اوقات سوالایی که خودم شاید تو زندگی هیچ وقت برای جوابی پیدا نکردم و وقتی با مخاطب صحبت میکنیم و اون جوابی که میده خیلی اوقات تأثیری میذاره که شاید فکرشو نمی‌کردیم، یا اصلا اون جوابی که میده آدم با خودش میگه که چقدر جذاب که من تونستم توی این بازه کوتاه چند دقیقه‌ای برای این آدم یک حس امنیتی رو ایجاد کنم که این انقدر راحت با من صحبت بکنه.
و این خیلی به نظر من تاثیرگذاره، اینکه آدم‌ها احساس امنیت میکنن و بدون اینکه فکر کنن با تو صحبت میکنن، خیلی حس قشنگیه. خیلی عالی. و کدوم آخرین بار کی گریه کردین؟ شب اول اجرا، یعنی میشه چی شد؟ یه ذره میشه بهمون بگین چه اتفاقی افتاد؟ حدودشو. خب ما قبل از اینکه اجرا رو شروع بکنیم سعی میکنیم که یک آرامشی رو ایجاد کنیم، یک پادکستی گوش میدیم تا بعد که اجرا شروع بشه. زمانی که داشتیم اون پادکست رو گوش میدادیم من یه جورایی انگار که همه این 8 ماه جلوی چشمم گذشت و یه احساس خیلی عجیبی بود، انگار که بی دلیل اشکم سرازیر شد و خیلی حس قشنگی بود که این همه تلاش، این همه سختی کشیدن بالاخره یه نتیجه‌ای داده. تو این 6 شب اجرا رفتین تا الان؟ فکر میکنم امشب شب 4 باشه. مخاطبتون چطور اون گریه کرده یا واکنش خیلی خاصی رو ازش دیدید که براتون جذاب باشه؟ مخاطبای من تو این چند شب گریه نکردن، ولی اون احساسی که مثلا اول که می اومدن میشستن، خب یه ذره براشون انگار که سخت بود صحبت کنن و اینکه انگار معذب بودن. بعد یه فضایی که میدیدن هر کسی داره یه کاری میکنه، یک سری تمرکزشون به هم میریخت و براشون خیلی جذاب بود. ولی اینکه رفته رفته انگار که رها میشدن، انقباض بدنشون از بین میرفت و همین که راحت تر و بدون فکرتر باهات صحبت میکردن، به نظرم واقعا قشنگ بود. خیلی عالی. چه چیز توی نمایش براتون جذابتره در حیطه تئاتر و حوزه نمایش؟ این کار بازیگری کجاش براتون جذابتره؟ در مورد این نمایش خاص صحبت نمی‌کنم، حرفه بازیگری رو عرض می‌کنم. من فکر میکنم اینکه آدم‌ها بتونن یک تأثیر روی هم نوع خودشون بذارن، یه جورایی توی یاد اون آدم بمونن، فکر میکنم برای من قشنگترین قسمت این کاره. خیلی عالی. فکر میکنید این تأثیر رو شما میذارید روی مخاطب؟ سعیم برای اینه که بذارم، ولی خب قطعا از من نمیشه پرسید، باید از مخاطبین بپرسید. باریکلا. تبریک عرض میکنم بهتون، خسته نباشید میگم. امیدوارم که همواره تو کارهای درخشان مثل همین اجرا و تو اجراهای دیگه شما رو ببینیم و هر روز موفق‌تر از دیروز باشید. خیلی ممنونم. خیلی متشکرم. اگر دوست دارید مخاطبین رو میتونید مستقیما دعوت کنید تا نمایش. اگر که دوست دارید 1 ساعت روبروی خودتون قرار بگیرید و لذت ببرید و رها باشید، حتما این نمایش رو بیاید و ما منتظرتون هستیم. دوستان عزیزم، همچنان تئاتر مدیا رو تماشا میکنید و در این قسمت از برنامه ما به پرفورمنس 257 پرداختیم و با دوستان عزیز و عوامل این نمایش گفتگو کردیم. اگر که به هنر نمایش و تئاتر علاقه دارید، همچنان ما رو دنبال بکنید و تئاتر مدیا رو از دست ندید.